سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم برای تحلیل جدید بیت کوین. دوستان ما دیروز داخل تایم فریم های پایین‌تر، داخل تایم فریم 15 دقیقه اینجا رو تریگر گذاشتیم، گفتیم که روی همین ناحیه ارزش داره که پوزیشن لانگ باز کنیم، ارزش داره یه استاپمون رو ریسک کنیم و یه پوزیشن لانگ رو همین ناحیه باز کنیم، چون که چند باری خورده بهش و واکنش داشته و بار آخرم که اومد تستش کنه مجددا برگشت و رفت بالا. ناحیه 94000 رو داشتیم برای اینکه گفتیم اگه بشکنه به سمت بالا میتونه بره قیمت برای عددهای بالاتر، مثلا عدد 100000. اول ببینیم روزانه رو چیکار کردیم. روزانه رو نسبتا سبز خوبی بستیم، شادو داره درسته ولی سبز بری نبستیم در جهت اصلاح و این موجی که اینجا داشتیم کندل خوبی زدیم. داخل تایم فریم های 4 ساعته 1 ساعته هم همون دیتیلی داریم که تو 15 دقیقه گفتم دیگه. ما این ناحیه رو داشتیم که از این ناحیه رفته بالا، فعلا 94000 نتونست بشکنه. 94000 رو یه فیک بریک اوت زد که ما الان اینجایی که هستیم مجددا قبلا تو همین فضا بودیم. دقیقاً قبلا یکم قبلتر ما تو همین فضا رنج بودیم که ما این 92000 تریگر داریم برای شکستش به سمت پایین پوزیشن شورت. الان چیکار می‌کنیم؟ اینکه ما باید صبر کنیم اینجا احتمالاً رنج بزنه. امشب یه سری خبرایی هست، احتمالاً امروز از این باکسی که اینجا هست حرکتی نداشته باشیم. ولی ما اگر خواستیم حرکتی بکنیم، اگه قیمت خواست حرکتی بکنه، شما باید حواستون باشه و گوش به زنگ باشین. شکست 92000 به سمت پایین رو پوزیشن باز می‌کنیم. اولین تارگتمون هم خود 90000 و شکست 93000 به سمت بالا رو هم پیشواز میشه لانگ واس کرد. اگه میخواین که مطمئن‌تر باشه و مطمئن‌تر می‌خوایم بریم بر عددهای بالاتر، مثلا 96500 100000، باید وایسین 94000 به سمت بالا شکسته بشه و بعد پوزیشنتون رو باز کنیم، پوزیشن لانگ اگه می‌خوایم باز کنیم. فعلا تو این باکس تریدی نمی‌کنیم، ترید سوینگ نمی‌کنیم. داخل تایم فریم‌های پایین یه دقیقه شاید بتونین ترید بزنین که اصلا ربطی به تحلیلمون نسبتا نداره. داخل تایم فریم 4 ساعته هم که فعلا ساختار جدیدی درست نکردیم، مگر اینکه آخر دو کندل مثلا با دو کندل رفته بالا. خود این حرکتمون هم یه ذره نهنگی و شارپ بوده. فعلا ساختار جدید نداریم. اگه هم بخوایم به زور ساختار برای خودمون در بیاریم، میگیم که به سمت بالا حرکت کرده، اگر اینجا کف درست کنه و باز هم به سمت بالا بره، ما میتونیم منتظر شکست 94000 یا حداقل یک بار تستش باشیم. اگه قیمت از همینجا بیاد بالا روی ناحیه 94000 و بعد 94000 رو بهش واکنش بده و برگرده، یا اینکه فیک بریک اوت کنه، خیلی موقعیت خوبیه برای شورت واس کردن، خیلی موقعیت خوبیه. اگر هم به سمت بالا شکست پول بک زد که ما باید صبر کنیم ببینیم چجوری میشه پوزیشن لانگمون رو باز کنیم، پیگیر پوزیشن لانگ بشیم. پس گوش بزنگ باشین روی این ناحیه 94000. این ناحیه 94000 الان مهم شده. روی این ناحیه اگه قیمت برسه شما باید حواستون باشه که پوزیشن واس کنین به هر جهت، یا لانگ یا شورت. برای پایین اومدنم که 92000 اگر به سمت پایین شکون شما پوزیشن باز می‌کنید. تارگتمون هم اول 90000، بعد اگه بره پایین 86500 رو داریم. تحلیل امروز همین بود. اگه نظری دارین، اگه ایده‌ای دارین، انتقادی، پیشنهادی، کامنت بذارین، خوشحال میشم، حتما جواب میدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی، تا تحلیل بعدی. خدا نگهدار.